الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. عزیزان و یاران من، مخلصین و یارانی که شفتگان نظام محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستید، دلباختگان نور عالمتاب یعنی قرآن کریم، خواهران و مادرانی که آوازم را به وسیله بلندگوی میشنوند، امیدوار هستم که با دقت تمام گوش فرا دهند. در آغاز در برابر هر قدم هر یک شما به خاطر بلند شدن برای الله سبحانه و تعالی و به خاطر شنیدن کلام الله سبحانه و تعالی اجر بزرگ را از الله آرزومند هستم که در برابر برای یک شما ثواب بیشتر نصیب بگرداند. بنازم اون قدمی را که به خاطر الله خاک آلود می شود، بنازم آن قدمی را که به خاطر الله سبحانه و تعالی بلند می شود. یک طرف ماه رمضان هست، ولی فکر میکنم ماه رمضان هم رو به ختم و رو به خداحافظی هست. بزرگترین امسنگر شما مسلمانان، بزرگترین سپر در برابر دشمن، مهمان عزیز در شرف خداحافظی و ودا گفتن است. و طرف دیگر دهه اخیر هست که دهه اخیر زمان نزول قرآن کریم به عالم بشریت است. طرف دیگر دهه اخیر زمان لیالی قدر و شبهای قدر است. به چندین دلایل یک طرف جای خوشحالی هست و یک طرف جای خفگی هست. جای خوشحالی بری عزیز که شبهای را پیش روی داریم که عبادتش بالاتر از یک ماه عبادتی است که در آن شب قدر 1000 ماه، یعنی عبادت این شبها بالاتر از عبادت 1000 ماه است که در آن شب قدر نباشد. بناهن جای خوشحالی است که ما مسلمانان تصمیم بگیریم از زمین آکنون که تا آخر رمضان همه گناههای خود را، ورقهای عرض خود را به درگاه الله سبحانه و تعالی تقدیم کنیم. و جای خفگی در اینجاست با در نظر داشت اوضاع جاری در کشور عزیز، کدام وضعیت حاکمی که در کشور افغانستان عزیز دیده میشه که رنگارنگ مشکل دیده میشه. از جمله در ماه مبارک رمضان صد انسانی بی‌ادب به خاطر رفتن در زیر شعاع و اغوای شیطان از بحر روزه، از عزت و عظمت روزه هیچ چیزی با خود نبردند. بناهن
به حالت همچون مسلمان غمگین شدن و فکرمند شدن در کار است، چنانه که پیامبر بزرگوار محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بارها در غم امتهای گناهکار و بیدین به درگاه الله سبحانه و تعالی اشک می‌ریزاندند. در سجده های عبادتشان به خاطر این امت گناهکار و مجرم اشک می‌ریزاندند. بناهن این دهه غم و شادی هست. الله سبحانه و تعالی به فضل و کرمش به مرحمتش عبادات ناقصی ما و شما را کامل منظور بگرداند. موضوعی را که با در نظر داشت اوضاع جاری در جهان و افغانستان عزیز خدمت شما عنوان کرده ام است. زمانی که می خواهم از آن عنوان تلفظ کنم 360 مفصلم بلرزه می آید. موضوع است که قرآن عظیم و شان از ما شکایت دارد. قرآن از مسلمان شکایت دارد، ولی شکایت قرآن کار ساده نیست. شکایت قرآن تباکن است. شکایت قرآن حیات انسانیت را از بین میبرد. امان طوره که خوشحالی قرآن کریم سعادت بخش است، خوشحال بودن قرآن سعادت بخش است، شکایت قرآن هم تباکن هست. عزیزانم، آیه‌ای که حضور شما تلاوت کردم الله سبحانه و تعالی در یک آیت از آیه های سوره انفال می فرماید: یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ای آنانی که ایمان آورده اند، استجیبوا لله وللرسول، شما بپذیرین اعلان الله و اعلان رسول را، قبول کنین اعلان الله سبحانه و تعالی و رسول صلی الله علیه و سلم را. چی وقت اعلان بری چی کرده که ما قبول کنیم؟ لما یحییکم، اعلان الله سبحانه و تعالی و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را زمانی که اعلان میدهند به آنچه که شما را زنده میکند، یعنی زمانی که اعلان الله سبحانه و تعالی برای حیات انسانیت، به خاطر حیات جاویدانی برای بشریت، به خاطر زندگی دائمی برای بشریت چیزی را اعلان میدهد، مرد و زن مسلمان، رعیت و دولت مرد مسلمان، فقیر و ثروتمند مسلمان، پیر و جوان مسلمان، مریض و صحتمند مسلمان در حد توان به قدر طاقت بشریه باید به خاطر عمل کردن این فرمان الله سبحانه و تعالی و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم حرکت کنند و بلند شوند. عزیزانم، در ذیل آنچه که انسان را زنده می کند، آنچه که حیات انسانیت را می بخشد، مفسرین کرام رحمت الله علیه برداشتهای خود را دارند. یک جمع از مفسرین می فرمایند که اون عبارت از قرآن کریم است. پس معنی است قرآن کریم در طول بیشتر از 1400 سال در امتداد تاریخ بشریت منشأ حیات انسان بوده، فابریکه تولید زندگی و ماشین تولید زندگی انسانیت بوده. انسانها را حیات جاویدانی و زندگی جاویدان و دائمی نصیب می‌گرداند. زمانی که ما از این آیه نظر به توجیه مفسرین کرام قرآن را گرفتیم، به صراحت لهجه باید گفت
به قاطبه ملت بشریت باید گفت همه مرده اند، همه مرده اند ولی نمیدانند که مرده اند. چرا؟ قرآن کریم کتابی که زندگی بخش است کسی نمیداند. قرآن را به خانه دولتمرد تقدیم کن نمیپذیرد، قرآن به خانه پیسدار تقدیم کن نمیپذیرد، قرآن به جهان بشریت و جهان اسلام به زن و مرد تقدیم کنی نمیپذیرد. با داشتن عفو کوش به طاق بلند نهاده است و آخرین استفادهش برای مرده است. والله قسم که قرآن شکایت دارد. قرآن به زبان حال میگه که من به مرده استفاده نکو، بس زندگی میدیم برای تو، به حیات میتم، عظمت میتم، سعادت میتم، ولی با داشتن یک کفن سفید به مرده دوران داده میشه. والله که قرآن شکایت دارد. شکایت قرآن تباه میکنه انسان را، چنانچه که تباهی در تاریخ امروز به خاطر رمی مطلب است. عزیزانم، قرآن کریم روزه داره، در بینش نماز داره، زکات داره، جهاد داره، حج داره، زندگی را، اجتماع را، سیاست را، اردو را، پلیس را، نظام را، همه چیز را ساخته، ولی هیچ گروه و هیچ ارگانی قرآن را نمیپذیره در زندگیش. هدف از پذیرفتن نپذیرفتن عمل است. من چه کنم هفت توشی که در طاق بالا مانده ای؟ من چی کنم پوش چرمی که او را به گردن آویزان کرده ای؟ نه به مفهومش کسی میفهمه، نه به معنا کسی میفهمه، و نه در زندگی از او الهام میگیره، و نه او در زندگی زن حاکم است، نه در زندگی مرد، و نه در ماه رمضان از او حکومت استفاده میشه، نه در غیر رمضان. والله قسم که قرآن شکایت دارد. عزیزانم، پیامبر شکایت دارد. در قیامت میگه که ای پروردگار، اینمی قوم ما، اینمی مردم ما مرا و قرآن مرا ترک کرده بودن، حالا تو با ایشان معامله کن. خودتان قضاوت کنین. آواز دلربا و روح افزای قرآن را کسی خوش ندارد بجز از فاتحه گیری یگان ختم اللهی که از دل خوش ندارد. آیا اگر قرآن زبان می داشت عریضه نمی کرد؟ آیا قرآن شکایت نمی کرد؟ آیا در خانه قبر و قیامت به درگاه الله شکایت نمی کنه که خدایا تو برای چی مرا فرستاده بودی و این ملت چه نوع استفاده کرده؟ الله می فرماید استجیبوا لله وللرسول، جواب دهید اعلان الله و رسول لما یحییکم، وقتی که شما را به زنده کردن صدا میکنه. پس قرآن کریم یک کتاب است که حیات جاودانی و زندگی دائمی را به انسان میبخشد، ولی متاسفانه کس از این زندگی نمیگیره. زندگی را از اروپا میگیرن، زندگی را از امریکا میگیرن، زندگی را از کانادا میگیرن، زندگی را از انگلیس میگیرن، زندگی را از دنیای کفر میگیرن. اگر زندگی در حالت شادی هست، مراسم شادی هست، مراسم غم است، زندگی ها هست، مراکز تجارت و اقتصاد است، عموما به سبک و روش دنیای کفر زندگی را انتخاب کردن. قرآنی که کافر را در یک جمله مرده گفته، قرآنی که در یک جمله جز از کسایی که به قرآن ایمان داره همه را چارپای و مرکب و مواشی خونده، ولی اینمی مردم امی تو قرآنی که زندگی میدهد گذاشتن و پای دیگران میروند. آیا قرآن شکایت نمی کند؟ بدون شک قرآن شکایت دارد. در قیامت شکایت دارد، در خانه قبر شکایت دارد، در زندگی دنیا شکایت دارد، ولی تو نمیدانی. روزگار حاکم میشه که شکایت قرآن بازخواست میشه، اونجا جواب دادن در کار است. یک، پس امی قدر میگم چنانی که از قرآن باید استفاده میشد، چنانی که صدر اول صحابه و تابعین تبع تابعین استفاده کردن، اگر استفاده میشد ملت های مسلمان تا این روز زنده می بودند. متاسفانه از روزی که زندگی را از قرآن انتخاب نشد تا این روز مسلمانان همه مرده اند، ولی یک فرق با مرده دارن که متحرکن. مرده ها حرکت نداره ولی مسلمانان حرکت داره. توجیه های غلط نکنین. هدف معیز که یعنی به این معنا نیست که قرآن خواندن، تلاوت قرآن، عظمت قرآن بعد از مرده بس ثوابش به کسی نرسد. هدف من این نیست.
عقیده ماست، اندیشه ماست، به شکلی که در سنت پیامبر برابر باش، به هدف پول و پیسه نباشه. خواندن قرآن بعد از مرگم به نفع مرده است و در زندگی هم به نفع مرده است. ولی سوال ما در اینجاست که اصل هدف آمدن از قرآن ای بود که باید به زنده ها تقدیم شود و او چیزی را که بعد از مرده به مرده میرسانه هم زنده تقدیم میکنه، زنده تلاوت میکنه، یا تلاوت زنده است که در حیاتش قرآن را تفسیر کرده، تعلیم کرده که ثواب بعد از مرگش میرسه. این کتاب زنده ها بود، نه کتاب مرده ها. ولی متاسفانه هدف ایست توجیه غلط نشود. از روزی که زندگی از قرآن گرفته نشد تا امروز ملت ها مرده اند. خب دقیق شوید. امروز در شرایط امروزی در جهان اسلامی عزیز پرسان میکنم که چند هزار مورد علیه زنان پاکدامن، علیه فرزندان با عفت، علیه مقدسات قرآنی، علیه مقدسات دین، چندین هزار مورد حمله دشمن است ولی مسلمان دفاع کرده نمیتواند. مانند کفنکش به داخل قبر در آید، کفن و سن 18 متره مرده را بکشد، از خود دفاع کرده نمیتواند. این مسلمانان در تاریخ امروز مانند آنها مرده، کفن و لباسشان را ملت‌های دشمن میروبایند، میدزدند ولی از خود دفاع کرده نمیتوانند. چرا؟ زنده نیستند، از قرآن زندگی ندارند. تا زمانی که زندگی از قرآن جدا شد اینمی مشکل در عالم اسلام رونما شد. بدین وسیله توجیه دومش ایست که لما یحییکم، زمانی که الله سبحانه و تعالی رسول صلی الله علیه و سلم شما را فراخوان میدهد و آنچه که شما یقینا او را بگیرین و قبول کنین چی است؟ حق گفتن است. او حق گفتن است. گفتن حق زندگی بشریت را تأمین میکنه. نه گفتن حق همه بشر را به مرده تبدیل میکنه ولو که بخوره و بنوشه و زندگی داشته باشه. اینمی هست. تجربه به شما نشان داده یاران من در امتداد کهن از تاریخ به خاطر مصلحت بینی، به خاطر محافظه کاری، به خاطر هدف مالی، به خاطر به دست آوردن پول بودن کسای زیر نام این و آن، زیر نام ملا و روحانی حقیقت ها را به بلدوزر بالایش خاک را دوره دادن که سرانجام زندگی انسان را به مرده تبدیل کردن. حالا بعد از امتداد کهن تاریخ اگر یک مرد مبارز، یک دعوتگر، یک عالم روحانی، یک عالم حقیقی بلند شود که این کار غلط است، در برابر سیاست یک حکومت روایا، یک پالیسی دولت مرد را، یک تفکر و مسیر دولت مرد را تغییر دهد که این کار تو غلط است، تغییر دادنش چنان مشکل است مانند یک معادله الجبری که اصلا راه حلش پیش انسان دیده نمیشه. و شما همه میبینید که در اداره، در حکومت از الف تا به یا چند فیصد به نظام الله سبحانه و تعالی برابر و کسی راه اصلاح از او را نمیبینه و نمیابه. حالا هم در اینمی تو شرط هم دمی تو شرایط هم هستن کسایی که جز از صفت، جز از تقدیر ظالمین، جز از خلط و ولد با ظالمین، جز از سرازیر شدن با مستبدین، جز از نشست و برخاست با کسایی که به دین الله، به مقدسات و به زندگی ایمانی احترام نداره، چیز دیگر نیست. پس اینمی هست که حقیقت که گفته نشد جامعه بشری به مرده ها تبدیل میشه. الله سبحانه و تعالی می فرماید زمانی که شما را الله و سبحانه و تعالی و رسول به حقگویی فرا می خواند، یقینا شما حقیقت را باید به قدر توان بشری به مردم ها تقدیم کنید. مشکل در اینجاست. دو، سوم، لما یحییکم، آنچه که حیات بشریت را، آنچه که زندگی انسان ها را ضامن است که انسان همه زنده باید بوده باشد، امر بالمعروف و نهی از منکر است. فراخواندن همه انسان ها نظر به اون تقسیمی که پیامبر کرده. اگر دولت مرد و آنانی که قوه اجرایی امن جلوی فساد را، جلوی زنا را، جلوی رشوه را، جلوی سود را و ویران کردن بانک های سود را عملا خودشان به دست خود باید بگیرن، چرا قدرت دارن. جلوی تجاوز قشون های متجاوز را، جلوی ملحدین را، جلوی مشرکین را، جلوی کفار ائتلافی را باید از
تعرض و از تجاوز علی خاک وطن، علی ملت و مردم خود باید بگیرن، مسئولیت را اینها دارن. و کسی که در ردیف دوم زبان دارد که قشر علما اند، سون کسایی که هیچ چیز ندارن تصمیم قلبی بگیرن که هر لحظه که الله ما را توان داد ما در برابر خاموش نمی نشینیم. این حیات انسان را تأمین میکنه و تضمین کرده. در غیر او، در جامعه که امر معروف نبود، در جامعه که نهی منکر نبود، سرانجامش به مرده تبدیل میشه. در جامعه که امر بالمعروف نهی منکر عمومی نبود، تنها به گردن یک چند تا ملای معدود، یک چند تا دعوتگری معدود مانده شد. امر معروف شیوه های مخصوصی داره، شیوه های عامی داره. مثلا از یگانگی خدا شروع تا سلاح به دست گرفتن، گردن دشمن را بریدن، همه امر بالمعروف است. همه امر بالمعروف نام دارد و نهی منکر عین شکل، از خردترین جرم تا کلانترینش که کفر است منع کردن نهی از منکر است. در تمام آیات قرآن ببینین یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. قسمت اعظم جهان اسلام عزیز امروز از امر معروف و نهی منکر خبری ندارن و یک قسمت روی مصلحت، روی هدف شخصی، روی کم شدن پاکت، روی آمدن پول به جیب تنها امر معروف دارن، نهی منکر دیده نمیشه. یک سبحان الله اینقدر ثواب داره، در مجلس ما بیا یک ساعت گپ مرا گوش کو اینقدر ثواب داره، ولی از منکر چیزی نیست. از فرق سر تا ناخن پای منکر است. جایی که تشکیل مجلس است در ماحول عموما منکر است، ولی هیچگاه توفیق الهی به این میسر نیست که یک کلمه از آن منکر هم صحبت کنه. چرا؟ پیسه کم میشه، مراجعین کم میشه، ملت و مردم کم میشه، مردم یک توطیه میکنن. به این تناسب زمانی که امر معروف نهی منکر از یک جامعه برداشته شد، یقینا مسلما این جامعه مرده میشه. من نظیر بارزش را در تاریخی که قرآن نقل کرده نشان میدم. اشاره به حلال کردن فرعون 70,000 اطفال معصوم و بیگناه و کودکان اسرائیل را. شما به تاریخ یاد دارید فرعون به خاطر بقای قدرتش، فرعون به خاطر بقای دنیا و ثروتش فرمان داد که در خانه هر اسرائیلی بچه به دنیا میاد باید ذبح شود. نه معصومیت طفل را در نظر داشت، نه بیگناه بودنش را، نه رحم داشت، نه ترحم داشت، نه عطوفت داشت، نه مهربانی داشت. به یک وحشت تمام، به یک ظلم تمام، به یک بدبختی تمام عیار تصمیم نافرجام و خطرناکی را گرفت که طفلکای معصوم باید ذبح شود. جناب قاضی ثناءالله پانی پتی رحمت الله علیه، یکی از مفسرین عالم اسلامی در عین حال سالک و عارف هم هست، می فرماید نکته چیست؟ دلیل چی بود که ظلم خطرناک فرعون بر علی اسرائیل مسلط شد که سرانجام فرزندانشان از آغوششان کشیده ذبح می کرد و کسی دفاع از فرزند خود را کرده نمی توانست؟ دلیل چی بود؟ میگه دلیل این بود که امر بالمعروف نهی منکر در جامعه بنی اسرائیلی ترک شد. هر وقتی که امر بالمعروف نهی منکر در جامعه بنی اسرائیل ترک شد، در جای دیگر بدون از حرف قاضی صاحب حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است. در آغاز علمای بنی اسرائیل مردم را امر معروف و نهی منکر کردند، اما به قول علما کسی عمل نکرد. سرانجام علما جمع مردم در گناه شریک شدند. علما جمع مردم محفل گناه تشکیل دادند. اینمی هست که قاضی ثناءالله می فرماید نبود امر معروف و نهی منکر در جامعه اسلامی نتیجه هست هلاکت عمومی، نتیجه هست از بین رفتن حیات اسلامی و سعادتمند انسانی است. آیا 70,000 طفلک معصوم هلاکت نیست؟ با آواز بلند بگوییم. پس به این معناست که قرآن می فرماید استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، شما بپذیرین فرمان الله را، فرمان رسول را زمانی که شما را به زنده کننده، به زندگی، به حیات فرا میخواند که اون عبارت از امر بالمعروف و نهی از منکر است.
پس امروز هم در شرایط امروزی به عبارات دیگر، زمانی که امر بالمعروف نشد، نهی از منکر نشد، از زنا چی نوع بیماری است، از دیگه در بدریها چی نوع بیماری هاست، صد انسان، هزار انسان در اثر گناهایی که در شریعت وجود نداشت، در اثر بیماری‌های خطرناک قربانی مرگ شدن. یعنی با آواز بلند بگوین. پس معلوم شد که امر معروف نهی منکر حیات جامعه انسانی را، حیات جاودانی را، زندگی دائمی را باید تأمین میکرد. ولی متاسفانه که انسان ها از این بحر بیکران محروم باقی ماندند. این نکته بسیار مهم نکته بود که خدمت شما عرض کردم. چهارم توجیهی که مفسرین حضرات میفرمایند، وقتی که الله سبحانه و تعالی رسول مقدس صلی الله علیه و سلم شما را فراخوان میدهد، اعلان میدهد و آنچه که زنده میکند باید همه با هم بپذیرین و قبول کنین. اون چی هست؟ اون جهاد مسلحانه علیه دشمنان دیرین اسلام عزیز است. دقیقاً جهاد کردن حیات بخشیدن است. دقیقاً جهاد نکردن مردن است. چرا؟ زیرا مانند مرده انسان از خود و از زن و فرزند دفاع کردن نمیتواند، از قرآن دفاع کردن نمیتواند. سرانجام تکرار میکنم، قرآن از ما شکایت دارد. 4 توجیه در ذیل این آیت هست. آنچه که برداشت شخصی من است، آنچه که برداشت من بیچاره خردترین این سرزمین در بخش روحانیون هستم، ایست که ارچارش جای به جای درست است. ارچار توجیه درست است. پس معنا ایست ای انسان ها، زمانی که الله سبحانه و تعالی شما را به قرآن فراخوان میدهد، زمانی که به حق گویی فراخوان میدهد که میگوید ولا تکتمون یا ولا تکتموا الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا و تکتموا الحق و انتم تعلمون. نه حق را با باطل گد کنین و نه باطل باطل از باطل کتزو گد کنین و نه پود کنین. زمانی که شما را به امر معروف و نهی منکر صدا میزند، زمانی که شما را میگوید که انفروا خفافا و ثقالا، برو برای الله سبحانه و تعالی، اگر بی زن استی با زن، غریب استی با یا بیچاره، اگر پیاده استی سواره، اگر هر رقمی که استی به خاطر الله بلند شو، به خاطر جهاد فراخوان میدهد. دینی هر 4 مورد جواب قرآن را باید به درستی داد، ورنه قرآن از ما شکایت دارد. قرآن کریم از ما شکایت دارد. متصلش الله می فرماید، الله سبحانه و تعالی از رگ گردن، از رگ قلب، از قلب تو به تو نزدیکتر است. هر آنچه که الله بخواهد همانا می کند. نباید که به تصمیم دیگران رفت، نباید به شعای دیگران زیر شعای اونها رفت. ولی پیامدش را الله سبحانه بیان می کند. زمانی که این 4 توجیه عمل نشد، یعنی به قرآن عمل نشد، حقیقت ها گفته نشد، یعنی امر معروف و نهی منکر به شکل اساسیش ادامه نیافت، جهاد نشد، در نشدن هر 4 صورت منتظر عذاب و گرفت الهی باشید. ولی گرفت الهی تنها مردان مجرم را نمیگیره، بلکه همگان را میگیره. میفرماید واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بترسین از گرفت الهی، از عذاب الهی که نمیرسد تنها مردان ظالم و بیگناه را، بلکه همگان را میرسد. واعلموا ان الله شدید العقاب. بدانید که الله سبحانه و تعالی سخت عذاب کننده است. عزیزانم، شما ببینید که آیا نظر به این توجیه هایی که ما از متن قرآن کردیم، قرآن از ما شکایت دارد و یا خیر؟ در برابر شکایت قرآن چی جواب میگوییم؟ اصل هدفم چیز دیگر است که هنوز نگفتم. به نفس تعبیرش که قرآن از ما شکایت دارد، تمام اندامم را تکان میدهد. ولی اصل هدفم چیز دیگر است که هنوز نگفتم. دشمن، خصوصا یهود نصارا، در امتداد هزاران سال قبل از تاریخ اگر جنایتشان ورق زده شود قابل بخشش نیست. ما در قرآن کریم
داریم آیات را که ارتباط به اسرائیل و به یهود نصارا می آورد و یقتلون النبیین بغیر حق، انبیای کرام را بغیر از قانون خون پاک و مقدسشان را به زمین می ریزاندن. اینمی یهود و نصارایی که امروز می بینین اونمو تو مردم و نسل اونمو مردم است. انبیا را در یک ساعت از اوائل روز 42 نفر نبی را بدون از جرم، بدون از جنایت، خون مقدسشان را به زمین می ریزانند و مردمی که از خون پاک نبی دفاع می کنند اونا را دست جمعی به قتل می رسانند، فقط و فقط به جرم یزی که چرا میگی خدا یکی یگانه است، چرا میگی الله یکی یگانه است، به جرم مسلمان بودن، به جرم خداشناس بودن، به جرم نبی بودن و پیامبر بودن. اینمی ملت ظالمه انبیا و پیروانشان را به شهادت می رساندند.